آقا سلام، خیلی چاکر پیچم. اینجا فرمون 405 پارس دنا سمن. همین ایرادش روغنریزی شیر فرمون، روغنریزی جک فرمون، خرابی گرگیر وسط، خرابی بوش وسط و خرابی بوش هلالی و کثیفی. اول قرقری ها رو باز میکنیم، سیاه فرمون آزاد من شل کردم، دوتا رو باز میندازیم با بوکس 18. این جک رو شل میکنیم، تی 55 اینو باز میکنی، با آچار 12 این دوتا لوله ها رو باز میکنی، 4 تا موره های لوله رو باز میکنی. رفت و برگشت جک فرمونه. آقا یه چیزی راجع به این شیلنگای دوقلو، ببین اینا یه ورودیه یه خروجی، خب شکلش هم فرق میکنه. این 4 خمه، این 3 خمه. ببین سر جاش میشینه، یعنی این اینجوری هیچ وقت بسته نمیشه. نگاه، این اگه بسته شه این یکی بسته نمیشه، میبینی؟ نمیخواد. پس این 3 خم میفته بالا، این 4 خم میفته پایین. خب اینا رو اگه جا به جا ببندی، ماشینی که استارت بزنی قربیلک فرمون به شدت میچرخه یه طرف، شیر فرمون میبره. اینو باید حواستون باشه. خب جک فرمون هم جدا کردیم. حالا میرسه به این بوش هلالی لقیگیر، یعنی بوش ریگلاژ. با بوکس 11 این دوتا رو باز میکنیم و با تی 40 هم این دوتا رو باز میکنیم. شیر فرمون آزاد میشه میاد. خب حواستون به این واشرها باشه، اینا واشر تنظیمه، گم نشه. یه دونه پولکی اینجا داره رو فنر، اینم گم نشه. یه دونه فنر داره، یه واشر آهنی هم اینجا داره، یه اورینگ هم اینجا داره که اصلا مهم نیست بذاری یا نذاری. خب اینم در میاری، میندازی تو آشغالی. اینم با یه دوستو شل میکنی، شیر فرمون میاد بیرون. اینم میکشی بیرون، اینم میره آشغالی. حالا جک فرمونمون اوراق شد. یه دونه بوش کرفسی اینجا داره که اینو باید با دوسو تقه بزنی در بیاد. و یه نکته راجع به این شیر فرمون، ببین همینجوری